آموزگار ادیب یکی از غالیبان آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است دوران عین‌الدینوف در ناحیه واسه در زادگاهش دهه کفترخانه دهاتی به نام خدای رجبوف کتابخانه ساخت. از چنین عمل جوانمردانه دوران با شنیدن این خبر طبع هزاران نفر اخلاصمندان شعر و ادبیات بالیده گردیده برای چنین اقدام نجیب در سمت رشد ساحه فرهنگ با او احسان خواندند. پیش از همه به من روح الهام از آن بخشید که طی 4 سال است که در جمهوری تاجیکستان در اساس امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است در بین تمام قشرهای جامعه گذرانده می شود. خوشبختانه امروز من هم به همان آرزویی که می خواستم قریب رسیدم. به آن خاطر که می خواهم سهم کوچک خود را هم باشد برای بلند برداشتن معنویات جامعه، برای بلند برداشتن معنویات نسل‌های جوان جامعه که آنها آینده زمان استقلالیت هستند و خود را همه آن کوشش‌ها را به خرج دهم. بینای کتابخانه از یک حجره تالار کتاب‌های عبارت بوده با پیشنهاد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه واسه و دستگیری دوستان دوران ساخته شده است. در کتابخانه کتاب‌ها از روی ماهیت و ترتیب معین گذاشته شدند. در این کار اهل عائله همسر دوران و فرزند برادرش نعمت‌الله صلحیه سهمی ارزنده دارند. پدر بزرگوارمان استاد عین‌الدین قدرت‌الله و برادر شادروانم اکای نعمت‌الله بسیار کوشش می‌کردند که ما بیشتر به خریدن کتاب‌ها و آراستن کتاب‌ها و پدرم خب پس پیش از وفاتشان در همون حوالیه‌مون یک خب رفع کتابخانه برای ما ساختن که این کتاب‌ها برای شما آینده نه تنها برای تو برادرت بلکه برای اهل جامعه ضرور هستند. و خوشبختانه همان آرمان‌های پدر رو امروز من عملی کرده ایستادم که می‌خواهم میانه‌داری صمیمی خود را به نفرانی که شخصان فرهنگ دوستی که آنها اولین اقدام‌ها اولین خشت این کتابخانه را گذاشتند برسانم که در حقیقت آنها توانستند که در اعمار همین کتابخانه سهم خود را گذارند و من جو نفران زیادی هستند. من به همه آنها عرض سپاس و احترام میکنم. اینجا کتاب‌های نادر و تازه نشر، اشعار ادیبان کلاسیک و معاصر برای آماده شدن با آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است گرد آورده شدند. کوشش میکنم که باز در تحکیم بخشیدن همین آزمون هرچی میخواهم بیشتر شاگردان به این آزمون ها توجه داشته باشند. توجه آنها پیش از همه از آن سر میزند که فقط رو به کتاب بیارند، چون که به دانش و به علم و به معرفت بودن برای انسان یک جهالت است، یک تاریکی است. دوران عین‌الدینوف ذوق بلند شاعری دارد. نوشته‌هایش در یک چند کتاب گرد آورده شدند. تا این کتابخانه در منزل استقامتیشان کتابخانه شخصی داشتند. در اینجا هزارها مجله و روزنامه‌های دوری از سال‌های گذشته که همراه برادرش نعمت‌الله مطالعه کرده است جمع آورده شدند. این حجره را اکنون همچون بایگانی نگاه می‌دارند. در کتابخانه نو باشد دوران با خواهش خوانندگان امکان دارد از بایگانیش کتاب روزنامه‌های دوری سال‌های گذشته و مجله‌ها را پیشنهاد نماید. گزارش خواجه نظری خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.